قشون‌های مرزبانی ازبکستان در کانال خود در تلگرام درباره یک زدخورد مسلحانه با گروه سیلوبدستان افغان در جزیره ارال پیغمبر در مرز ولایت سرخندریو با افغانستان و بازداشت 24 مرز شکن خبر دادند. بنا به اطلاع مرزبان‌های ازبک، روز 21 آگوست سال 2022 یک گروه شهروندان افغانستان مرز دولتی را شکسته با قایق‌ها به جزیره ارال پیغمبر ولایت سرخندریو در آمدند. آنها به گروه مرزبان‌های ازبک که بعد مشاهده کردن این حالت مرزشکنی به جای حادثه آمدند مقاومت نشان دادند. به شرافت عملیات انجام شده همه مرزشکن‌ها در مجموع 24 نفر با مقصد معین کردن شخصیتشان و انجام چاره‌بینی‌های تفتیشاتی دستگیر کردند. در رفت پرسجو معلوم شده است که سبب مرز را عبور کردن آنها جمع‌آوری قزلمیه نامرستنی بوده است که در مرز ازبکستان زیاد می‌روید. قزلمیه یا شیرینمیه یک نوع رستنی شفابخش است که به مثل شیره کمال برای تهیه داروواری زیاد استفاده می شود و یک اشیاء خام گرانبها برای صنعت داروسازی به شمار می رود. قشون‌های مرزبانی ازبکستان در اظهارات خود می افزایند که در حال حاضر قلمرو جزیره ارال پیغمبر تحت نظارت پوره نیروهای ازبکستان قرار دارد. جزیره ارال پیغمبر در مساحت تقریبا 30 کیلومتر مربع در دریای امودریا در مرز ولایت سرخندریای ازبکستان با افغانستان جایگیر شده است. در این جزیره مزار یک شخصیت روایت با نام ذوالقفله جایگیر شده است که از مزار و مسجد عبارت بوده. تا سالهای 50 عصر گذشته یکی از زیارتگاه‌های مشهور در این منطقه به شمار می‌رفت. آن وقتها در این جزیره در یک دهه ساکنان زندگی می‌کردند. سالهای 60 در جزیره ارال پیغمبر ممنونگاه تشکیل شد که حالا بخشی از ممنونگاه سرخان است. حالا در جزیره یک دیدبانگاه قشون‌های مرزبانی ازبکستان جایگیر شده است. ازبکستان با افغانستان همگی 144 کیلومتر مرز مستقیم دارد که بر روی امودریا می‌گذرد. هنوز در زمان شوروی بین شهر ترمیز ازبکستان و خیرتان افغانستان پول بزرگ ساخته شده بود که پول دوستی نامش کرده بودند. این پول تا حال بزرگترین پول ارتباطی در مرز افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی به حساب می‌رود. یادآور می‌شویم ماه آگوست سال 2021 حکومت را در افغانستان دوباره جنگجویان حرکت تندرو طالبان به دست آوردند.